قسمت بسیار جالب و سرنوشت ساز از داستان فریدون رسیدیم، جایی که پس از تقسیم کردن این فرمانروایی و پسرانش چی اتفاقی میفته. یعنی در واقع سرآغاز یک نبرد ناتمام بین برادران، بین سلم، تور و ایرج. این که کدام یکی به سمت علیه کیها جبهه میگیرند ما در این بخش میخوانیم، جایی که بسیار مهم است. شما اگر دوست دارین که تا آخر این ویدیو با ما باشین، چینل سابسکرایب بکنین. حالا میریم به خود متن مراجعه میکنیم. به خود شاهنامه. نبودش پسندیده بخشی پدر، که دادش به کهتر پسر تخت زر. به دل پرزکین شد به رخ پرزچین، فرسته فرستاد زی شاه چین. خب سلم گفتیم که سمت روم و خاور فرمان روایی میکرد. خب وقتی که ذهنیت ها در ذهن جوانه میزنه، به این تصمیم میگیره که ما باید قاصد را سمت برادرش تور به سمت توران بفرسته تا اینکه با او صلاح و مصلحتی بکنه، مشورتی بکنه که در آینده چه تصمیم بگیرن. آیا واقعا این تقسیمات اداری که بین اینها انجام شده توسط پدرشان واقعا اینها عادلانه هست یا نیست؟ به نزد برادر جهانگیر تور، که بودش دلش رای و اندیشه دور. از رای و اندیشه دور بود، آدم خودکامه بود تور، آدم خشین. فرستاد نزدی برادر پیام، به برادر تور پیام میده که جاوید زی خرم و شادکام. رسم بر این بوده که وقتی نامه میفرستاده ابتدا دعا و سلام میفرستاده برشان، دعا میکرده که شما شادکام باشید و سربلند باشید. پس از این دعا و سلام باز اصل پیام را برشان ابلاغ میکرده. بدان ای شاهنشاه ترکان و چین، بدان ای شاه ای فرمان روای توران. هنرمند روشندل و بهگزین. تو خوب انتخاب میکنی، تو بهگزین هستی، هنرمند هستی، تو روشندل هستی و امثال این. زگیتی زیان کرده ما را پسند، منش پست و بالا چو سرو بلند. به بیدار دل بنگره این داستان، با دل بیدار ببین ما چی میگم. که از این گونه نشنیدی از باستان، که در عمر سرت این چنین چیزها را نشنیده. ببین ما ذهنیت هایی یافتیم که و تو میگم ببین که برای تو اول است، تازه هست، جذابیت داره یا نه. 3 فرزند بودیم زیبایی تخت. ما 3 تا فرزند بودیم، همه شایسته میراث و تاج و تخت پدر بودیم. حالا سلم به تور میگه دیگه 3 فرزند بودیم زیبایی تخت، یکی کهتر از ما آمد به بخت. اما بین ما 3 تا همون خردترک ما کوچکتر ما خوشبخت شد. چرا؟ حالا ذهنیت، تخم ذهنیت و فکر را در ذهن تور میکاره. حالا چه وقت ثمر میگیره ببینیم دیگه. 3 فرزند بودیم زیبایی تخت، یکی کهتر از ما آمد به تخت. اگر مهترم من به سال و خرد، اگر من بزرگتر هستم به سال و خرد و تفکر و تصمیم گیری و امثال هم، اگر من بزرگتر هستم زمانه به مهر من اندر خورد. خب من باید سزاوار اون جانشینی پدر می بودم. گذشته از من تاج و تخت و کلاه، والا از من فصلش گذشته، احتمالا سنش بزرگ شده بوده، از من از این چیزا گذشته. فعلا من طمع و نظری به تخت و بخت و جلال و جبروت یک مملکت ندارم. نزیبد مگر بر تو ای پادشاه، اینا بر تو نمیزیبد، بر تو میزیبد. تو باید، حق تو است، تو باید علیه ایرج و پدر اقدام بکنی. سزد گر بمانیم و هر دو دژم، که از انسان پدر کرد بر ما ستم. پدر بر ما ناحقی و بی‌عدالتی کرده، چو ایران و دشت یلان و یمن، به ایرج دهد روم و خاور به من. جای خوب ایران و این منطقه رو به ایرج میده، روم و خاور رو بر ما میده، ما رو در واقع دور کرده. سپارت تو را دشت ترکان چین، تو را دشت ترکان توران داده. به ایرج دهد روم و خاور به من، که از ما سپهدار ایران ز من. ما پاسدار این مملکت هستیم و جای درست به او میده. بدین بخشش اندر مرا پای نیست، به مغز پدرت اندرون رای نیست. خب من این تقسیمات قبول ندارم، تو حق داری. مثلا به برادرش تور میگه به خوبی شنیده همه یاد کرد، سری تور بی مغز پر باد کرد. سر بی مغز تور را اینا پر از باد میکنه و ذهنیت میده و او احساساتی و عصبانی میکنه، تحریک میکنه علیه پدر. به ایرج که ما را به گاه جوانی پدر، از این گونه بفریبد ای دادگر. درختی است این خود نشانده به دست، کجا بار او خون برگشت که بست. تو را با من اکنون بدین گفتگوی، بباید به روی اندر آورد روی. خب نامه روان کرد که این مسائل بسیار مهم است، با نامه نگاری، با
مکاتبه نمیشه حل فصلش کرد. بیاین با هم بشینیم روبرو حرف بزنیم. سلم و تور با هم داره در این مکاتبه، در این نامه یک سلم فرستاده درخواست کرده که باید با هم بشینیم مذاکره کنیم، یک تصمیمی درست و حسابی و سرنوشت سازه بگیریم. تو با من اکنون بدین گفتگوی بباید بروی اندر آوردری، زدن رای هوشیار کردن نگاه، هیونی برافکنده نزدیک شاه. اینا چی کار کردن؟ اینا قاصد روان میکنه، در یک اشتر میره روان میکنه، اشتر سوار شده سمتی او که نامه را ببره. زبان آوری چر بگوی از مهان، فرستاد نزدیک شاه جهان. بدو گفت که از من بگوی این پیام، که ای شاه بینا دل و نیک نام. نباید که یا به دلاور شکیب، به جای زبونی و جای فریب. نشاید درنگ اندر این کار هیچ، که خواه آید آسایش اندر بسیج. فرستاده چو پاسخ آورد باز، برهنه شدن روی پوشیده راز. برفتن برادر ز روم این ز چین، به زهر اندر آمیختند گبین. رسیدند پس یک به دیگر فراز، سخن راندن آشکارا و راز. وقتی اون نامه رو روان میکنه به اون برادرش و برادر نامه رو به این شاه میاره به تور هم وقتی از آمدن نامه مطلع میشه، اصل ماجرا در ذهنش کار میکنه و اینا هم یک اشتری را سوار میشه و هی میتازه دشت به دشت، صحرا به صحرا، تا به این که با هم دیگه اینا در یک جای مذاکره میکنن به این که در آینده چی تصمیم میگیرن. باز ما در این ویدیوی آینده با هم باز خواهم خواند. تا این قسمت اگر با ما ببین چینل ما رو سابسکرایب بکنین تا برنامه‌های بعدی ما، برنامه‌های آینده ما را هم با هم به اتمام برسانیم. حالا اینا رفتن تا چی تصمیم را اینا اتخاذ میکنن با هم باز خواهیم خواند. تشکر از توجه شما. وقت شما خوش.